رفیق، زندگی مثل نفس کشیدنه. اگه فقط دم رو بگیری و نزنی خفه میشی. اگه فقط بازدم کنی و نگیری تهی میشی. رازش توی جریانه. یادم یه شب تا صبح بیدار بودم. دنبال یه جواب بزرگ میگشتم. آخر سر پرنده ها اذان گفتن و فهمیدم جواب توی همون نور اول صبح بوده. همونی که رایگانه. ما همش درگیر 2 زمانیم. دیروز که مثل سایه پشت سرمونه، فردا که مثل مه روبرومونه. غافل از این که زندگی توی همون فاصله بین نفس رفت و اومدن، همون الان. پس باش مثل بچه‌ها اون وقت که بازی میکنن، نه به دیروز فکر میکنن نه به فردا. جانشون توی همون توپ پلاستیکیه. یا مثل گربه خونمون که همین الان توی آفتاب دراز کشیده. به فکر غذای فردا نیست، نگران دیروز نیست. فقط گرمای آفتاب رو میذاره توی وجودش. آدم بودن سخته چون فکر میکنه. ولی فراموش میکنه که زندگی کردن یه جور دیگه‌ای هم بلده. پس همین الان دستت رو روی سینت بذار. نبض زندگیت رو حس کن. با ارزش‌ترین چیزی هست که داری. همین نفس، همین ضربان. بقیهش همه قصه است. حالا نفسی عمیق بکش. همین. تو داری زندگی میکنی. کامل و تمام.